راز جالب در مورد خونه هانده ارچل و کوانشتاتوتو بشنوین. پس ویدیو امروز رو با سال 2017 مثل همیشه همراه باشید. سلام دوستان، چهارشنبه سوریتون مبارک. شاید شما هم مثل خیلی دیگه در مورد خونه زندگی سلبریتی محبوبتون کنجکاو باشین. حالا امروز عمارت 2 از محبوب ترین های ترکیه رو بررسی میکنیم و خب چیزای جالبی قرار بشنویم. پس تا آخر با سودا همراه باشین. هیچ میدونستین بین هنرمندان ترکیه یکی از لوکس ترین خونه ها، یا بهتر بگم عمارت، متعلق به کدوم بازیگر یا خواننده است؟ احتمالا بیشتر حدستون دوربر هنرمندای قدیمی مثل سیبل جان و غیره میگرده، ولی در کمال تعجب باید بگم نه، گرونترین و لوکسترین خونه در حال حاضر متعلق به ستاره نسل جوان یعنی هانده ارچل زیبا هست. حقایق جالبی در مورد خونه هانده وجود داره که الان همه‌شون رو براتون میگم. هانده خونه نداره، بلکه صاحب یه عمارت خیلی بزرگ و قشنگ صورتی رنگه. عمارت هانده توی یکی از سایت‌های سلبریتی نشین منطقه بیکوز استانبول هست. ساکنین عمارت‌های این منطقه اغلب از هنرمندان و ثروتمندان ترکیه هستند، ولی گویا هانده جوان‌ترین سلبریتی ثروتمند ساکن بیکوز هست. میخوام حدس بزنین هانده این خونه رو با درآمد کدوم پروژه خریده؟ من بهتون میگم. با قرارداد حاصل از سریال معروف تو درم رو بزن که یکی از پروژه های موفق و پولساز هانده بود. ولی قسمت جالبتر ماجرا اینه که هانده این عمارت رو اون تایمی خریده که با کرم بورسین تو رابطه بود و حتی خونه رو با همدیگه دیزاین کردن و دکوراسیون رو با هم انتخاب کردن و چیدن. برسیم به بخش برگریزون، یعنی قیمت خالص این عمارت بزرگ صورتی رنگ. عمارت هانده به مبلغ 5 میلیون دلار یعنی 183 میلیون لیر ترکیه قیمت گذاری شده که تو ترکیه واقعا یکی از گرونترین ها و لوکس ترین هاست و خب توجه رسانه ها رو زیادی به خودش جلب کرده و البته باعث حسادت تعدادی از هنرمندان کم درآمد ترکیه هم شده. و اما یکی دیگه از رازهای خونه هانده که تو برنامه‌های سلبریتی محور ترکیه بهش زیاد گیر میدن و حتی این قضیه رو تا حدودی مسخرش میکنن اینه که هانده کابینت ها و فرنیچر خونش رو طی یه قرارداد تبلیغاتی از شرکت تبلیغ کننده خریده. یعنی هانده یه شرکت تولید مبلمان خونه رو تبلیغ کرده و در ازاش مبلمان خونش رو از اونها گرفته. البته به نظر ما شاید منطقی باشه و چیز عجیبی نیست، ولی جالبه که رسانه‌های ترکیه به این قضیه گیر دادن. هانده تقریبا 2 سال پیش یه سری عکس‌ها از فضای داخلی خونش منتشر کرد و از اون موقع توجه‌ها بهش جلب شد و همه اقرار کردن که چنین عمارت لوکسی با این متراژ واقعاً برای یه بازیگر تقریبا تازه کار که مجرد هم هست بزرگه. البته خب خیلی ها تحسینش کردن و گفتن به خاطرش زحمت کشیده و تلاش کرده و نوش جونش باشه. یکی دیگه از بازیگران مطرح ترکیه که خونش توجه ها رو جلب کرده خونه کوانشتاتوتو و همسرش باشاک است. ولی خونه کوانچ و همسرش بیشتر از این که به خاطر بزرگی و لوکس بودنش جلب توجه بکنه، به خاطر قضیه‌ای هست که میخوام بهتون بگم. اولا که کوانچ و باشاک از ابتدای ازدواجشون تو منطقه ببک استانبول ساکن شدن که خب یکی از منطقه های خیلی لاکچری استانبول هست، ولی بعدش تصمیم گرفتن از شلوغی شهر فرار بکنن و تو حاشیه شهر محیط آرومتری داشته باشن. اونا حدود 4 سال پیش به منطقه کمر استانبول که حالت حفاظت شده و جنگلی داره نقل مکان کردن. حالا اون چیز جالبی که میخواستم بهتون بگم اینه که خونه کوانشتاتوتو برخلاف تصور خیلی ها برای خودشون نیست و در واقع مستاجر هستن، ولی یه مستاجر لاکچری، به این صورت که کوانچ این عمارت جنگلی رو از مالکش به مدت 20 سال به مبلغ 2 میلیون دلار اجاره کرده. البته ناگفته نماند یکی از هنرمندان تقریبا پیشکسوت ترکیه که عمارتی لوکس و مجلل به اندازه عمارت هانده داره دمت آکالن هست. دمت تو سال 2017 تو همون منطقه بیکوز ویلای لوکسی به قیمت 4 میلیون دلار خریده.